میریم سراغ شیت سوممون، اکسترا ورک. ما فرمول نویسی که برای کانترکت انجام دادیم دقیقاً عین اکسترا ورکه، یعنی همون شیت کانترکت اگه یه کپی ازش بگیریم با یه سری اصلاحات جزئی به راحتی میتونیم درستش بکنیم. میریم اینجا یه کپی از این شیت کانترکت میگیریم، اسمشو میذاریم اکسترا ورک. خود این اکسترا ورک هم کپی میکنیم، پیستش میکنیم اینجا. خب الان اکسترا ورک انجینیرینگ صورت وضعیتاشو باید بیایم بذاریم زیرش ببینیم چه جوریه. اینو کامل از فیلتر من خارج کنم، اینو میذاریم سر ورک، اینو میذاریم سر اکسترا ورک، اینو میذاریم سر انجینیرینگ. این یه دونه صورت وضعیت داره، اسمش نیومد، یعنی ما شماره 2 رو باید پاک بکنیم، فقط یه دونه بذاریم. الان اینا رو هم اصلاح میکنیم. اکسترا ورک رو من یه دقیقه کپی کنم. خب حالا پرکیومنت ببینیم چند تا داره. انجینیرینگ رو میکنیم پرکیومنت 2 تا داره، بریم سر اکسترا ورک. سعی میکنیم اولی و آخری رو نگه داریم که مثل این خط زیرش نره. شماره‌هاش هم 1 و 2، هر دوتا هم موقتن. کانسترکشن 6 تا داره، همه موقتن. 1 2 3 4 5 6 تا 5. یک دو سه چهار پنج شیش همه هم موقتن. حالا میریم سر تعدیل ها. تعدیل ها 8 تا. اسماشون اینا رو از اینجا کپی میکنیم، دقیقا میذاریم اینجا. اینوایس تایپشون هم دقیقا کپی میکنیم، میذاریم اینجا. خب الان لولشون رو درست بکنیم. این این درسته، این 1 1 2 1، این باید بشه 2. چیز دیگه هم که باید اصلاح بکنیم اینه، الان هر کدوم از اینا داره سلول بالاییشو میخونه. این چون پاک کردیم نداره ارور رفرنس میده. من اینو کپی میکنم داخل تمام اینا پیستش میکنم به این صورت. اینو هم تمام زیر مجموعه پیست میکنم برای اینا هم بگیرمش دیگه. فرمول نویسیش رو هم اصلا نمیخواد دست بزنین، عددهایی که میخونه خودش درسته. یه سریاشون اونایی که پاک کردیم و داره ارور رفرنس میده، یه بار فقط فرمول باید درک کنیم رو به پایین. مال اولی رو یه کپی میگیریم ازش، روی تمام اینا پیست فرمولا میکنیم. برای دیت هم باید فرمولاشو درک کنیم رو به پایین. اینا هم همه پرداخت شدن، تاریخ پرداخت براشون خورد.
به این صورت. تایتلش رو هم اصلاح میکنیم. این اکسترا ورک رو از اینجا کپی میکنیم، بذاریم اینجا. تایتلش رو میذاریم اکسترا ورک اینوایس. به این صورت. یه چیز دیگه که فقط میمونه بحث محاسبه 25%. calculation of 25%. من اینو کپی کنم بذارم اینجا. خب این چجوریه محاسبهش؟ محاسبه 25% برای اضافه کاریا به طور کلی میشه آقا میگه اضافه کاری و کاهش کاری شما جداگانه هر کدوم نباید بیشتر از 25% قرارداد بشه. یعنی شما افزایش کاریات اگه مجموع افزایش کاری تو تقسیم بر مبلغ کل پیمان کنی نباید بیشتر از 25% شه، یا اگر مجموع کاهش کاریات رو تقسیم بر مبلغ کل قرارداد کنی نباید بیشتر از 25% شه. این مبلغ کل قرارداد تعدیل شاملش نیست، یعنی فقط کارکرد باید حساب بشه. برای اینکه بخوایم این کارو بکنیم من خط زیر اینا رو درست بکنم. برای اینکه بخوایم اینو محاسبه بکنیم ما اینجا مبلغ ریالی و یورویی رو داریم. این داخل این شیت میخوایم هر کدوم رو جداگونه حساب بکنیم. من اینو پاک بکنم. چه کار میکنیم برای محاسبه این؟ برای کارکرد میگیم مساوی است با مبلغ کارکرد ریالی کل تقسیم بر مبلغ کل قرارداد. موقعی هم که تقسیم میکنین یه ایف ارور هم اعمال بکنین داخل فرمولتون. میگیم ایف ارور، اگر این فرمول ارور داد یه صفر به ما بده. برای یورویی میگیم مساویه با مبلغ کل یورویی تایید شده تقسیم بر مبلغ کل یورویی پروژه. برای انجینیرینگ هم همینجور. یعنی این فرمول ما میگیریم درگ میکنیم برای سامریامون. برای خود صورت وضعیت ها این کار نمیکنیم چون خود صورت وضعیت ها مبلغی داخل قرارداد ندارن. ما مبلغ قراردادیه. if error بنویسیم برای این. یک نامبر میگیم اگر مساوی صفر بود خالی بده، در غیر این صورت به صورت درصدی به ما نمایش بده. نه البته اینو نمیشه درک کرد. انجینیرینگ تایید شده هیچی نداره، درسته؟ مساوی است با if error approve. چون این ردیفاشون اینجوری مثل هم دیگه نیست. الان انجینیرینگ تو سطر 11، پرکیومنت تو سطر 13. اینجا انجینیرینگ تو سطر 11، پرکیومنت تو سطر 14. میتونیم
اینا رو کپی کنیم، اینا بعد اصلاحشون کنیم، میتونیم مستقیم براشون بنویسیم. میگیم if error اینو تقسیم بر مال انجینیرینگ کن ریالی، در غیر این صورت هم صفر بده. برای پرکیومنت مساویه با if error اینو تقسیم بر مال پرکیومنت مبلغ ریالی پرکیومنت کن، اگه ارور دادم صفر بده. خب برای کانسترکشن هم دوباره همینجور مبلغ تایید شده. آندر ریویو رو چرا نمیذاریم داخل؟ چون آندر ریویو ممکن اصلا تایید نشه، مبلغش نمیدونیم چقدره. اون چیزی که تا به حال تایید شده رو ما ملاک قرار میدیم. تقسیم بر مبلغ ریالی کانسترکشن، اگرم ارور داد صفر بده به من. یه نکته رو من بگم، برای تعدیل اضافه کاری رو حساب نمی کنیم. ببینیم عددش درست در اومد. 892 949 درست. برای کل اکسترا ورک هم همون مال خود ورک رو میذاریم، چون نمیخوایم. اکسترا ورک دو تا زیر مجموعه داره، یکی خود کارکرده، یکی تعدیله. ما تعدیل رو که دخیل نمی کنیم داخل 25%، پس میگیم مساوی است با خود مال کارکرد. یورویی هم به همین صورت. این دوتا عدد مبنای محاسبه 25% نیستن، چون عدد 25% رو تفکیک نکرده که بگی آقا ریالیش 25% نزنه بالا یا نزنه پایین، و یورویی هم به همین صورت. ریالی و یورویی ما باید تبدیل بشن به یه عدد که حالا داخل شیت ادیشن دیلیشن خدمتتون توضیح میدم. اینم از این شیت چیزی نداره دیگه. بریم سراغ شیت بعدی. برای صفحه سوم ما میخوایم الان یه صفحه درست بکنیم که یه سامری از این دوتا شیت کانترکت و اکسترا ورک به ما بده. به این صورت یه کپی از شیت اکسترا ورک میگیریم، اسمشو میذاریم مین، لولاشو به این صورت تنظیم میکنیم. این لولای زرد رنگ رو ما احتیاج نداریم، اینا رو پاک میکنیم. این ستون رو هم پاک میکنیم. این دوتا ستون نامبر و این وایس تایپ رو هم پاک میکنیم. این هم یه مقدار بزرگش میکنیم. برای لول 1 ما اطلاعات کل پروژه رو الان میخوایم، چون این سامریه. نویسیم توتال پراجکت. 3 لول داریم بعدش. میخوایم داخل 3 قسمت قراردادی، اضافه کاری و تعدیل ما اطلاعات پروژه‌مون رو داشته باشیم. یه کپی از این میگیریم، میذاریم اینجا. اینجا هم داخل لول سفید ما فازهامون رو میخوایم، انجینیرینگ، پرکیومنت و کانستراکشن. اینها رو پاک میکنیم، اینم پاک میکنیم. خب الان اینجا میشه کانترکت. اکسترا ورک. برای تعدیلم چون اسپلش یه مقدار چیزی کپی میکنیم که یه وقت اشتباه ننویسیم. خب تعدیل هم 2 تا زیر مجموعه داره. تعدیل خودش میشه کانترکت.
و اکسترا ورک. سه تا فاز هم اینجا داریم، انجینیرینگ، پرکیومنت و کانستراکشن. اینو از فیلتر خارجش بکنم. انجینیرینگ، پرکیومنت و کانستراکشن، این سه تا رو کپی میکنیم از اینجا، میذاریم اینجا، دوباره کپی. به این صورت این رو هم نقطه چین میکنیم. این هم احتیاج نداریم، پاکش میکنیم قسمت دیت رو. یه کاری که دیگه هم که میکنیم، صفحات قبلی رو ما برای پرینت آسا آماده کرده بودیم، اینو باید بکنیم آچار. پیج لایات، سایزش رو میذاریم آچار. اینجا هم ما به 5 تا ستون احتیاج داریم. اینجا ما میخوایم تعداد صورت وضعیت هامون رو ببینیم. اینوایس، اینوایس استاتوس، اینجا میشه توتال، تعداد کل صورت وضعیت ها. اینجا میشه اپروفد، از تعداد پرداخت شده، از تعداد تایید شده چند تاش پرداخت شده، چند تاش پرداخت نشده. چند تاش هم در حال بررسیه. به این صورت. اینم یه مقدار بزرگش میکنیم، اینو باید کوچیک کنیم. الاینمنت، نوشته ها رو میچرخونیم به این صورت. این رو هم کامل میگیریم، خطای وسطش رو نقطه چین میکنیم. خب یه کار دیگه که بعد انجام بدیم، مثل شیت های قبلی دیتا هاشون رو باید اینجا بذاریم. برای توتال پروژکت نمیخوایم، ولی برای کانترکت میگیم مساویه با کانترکت باشه. بعد اینو کپیش میکنیم، پیست فرمولا میکنیم. من اینو بزرگش کنم، آخر سر اینو دوباره جمع میکنیم. فرمتش هم بذارم جنرال، از هایدی در بیاد. خب خط اینجا رو هم بردار. الان ما میخوایم ببینیم تعداد صورت وضعیت‌های انجینیرینگمون داخل بخش کانترکت چقدر بوده. خب این تعدادش مشخصه، میگیم مساویه با کانترکت تعداد صورت وضعیت‌های انجینیرینگمون. اینتر. این رو هم جنرال بکنیم. برای اینکه صفر هم نشونمون نده از این استفاده میکنیم. قبلا نوشتیمش، میگیم اگه مساوی صفر، بیارمش دوباره، میگیم اگه مساوی صفر بود خالی بده، در غیر این صورت درصدش رو برمی‌داریم، میگیم عدد خالی رو نشونمون بده. خب برای پرکیومنت میگیم مساویه با پرکیومنت قراردادی، شیت قرارداد، پرکیومنت، کانسترکشن، دوباره کانترکت، کانسترکشن.
الان برای اکسترا ورک میگیم مساویه با شیت اکسترا ورک انجینیرینگش. شیت اکسترا ورک پرکیومنت کانستراکشن. برای تعدیل قراردادی دیگه تعدیل رو به تفکیک فازها نمیخوایم. کانترکت شما میتونین بذارین خودتون. کانترکت تعدیل میرین داخل شیت کانترکت. کل تعدیلامون 22 تاست. اکسترا ورک 8. خب الان میخوایم ببینیم داخل فاز انجینیرینگ کانترکت چند تا صورت وضعیت ما اپروف شده. ما الان 4 تا شرط داریم. یکی این که آقا انجینیرینگ باشه، یکی این که قرارداد باشه، یکی این که تعدیل نباشه یعنی ورک باشه و یکی این که اپروفد باشه. این 4 تا و میخوایم بشماریم، نمیخوایم جمع کنیم. یعنی به جای سام ایفز از کانت ایفز استفاده میکنیم. مساویه با، من بالا بنویسم، مساویه با کانت ایفز جمع شرطی. اول میگم که اول فازشو میزنم، میگم ستون سیمون قفلش میکنیم کاما انجینیرینگ باشه. ستون رو قفل میکنیم. ستونش رو برای انجینیرینگ فقط ستون رو قفل میکنیم. 1 2 3. میخوایم بگیم قراردادی باشه. ستون ورک و اکسترا ورکمون، کانترکت و اکسترا ورکمون ستون دی. ستون دی رو قفلش میکنیم. میگیم کانترکت باشه. ستونش رو دوباره قفل میکنیم. ستونش فقط 1 2 3. یکی این که میخوایم بهش بگیم که این ورک باشه، تعدیل نباشه. میریم داخل دیتا بانک، ستون بی قفلش میکنیم. اینجا چون نوشته تعدیل رو نداریم داخل لولامون دستی مینویسیم ورک. دستی مینویسیم ورک. و اینکه اپروفد باشه یعنی ستون اسمون قفلش میکنیم. اپروفد باشه، اپروفد رو انتخاب میکنیم. الان فقط سطرش رو قفل میکنیم یعنی 2 تا میزنیم. موقعی که میخوایم بکشیم سمت راست میخوایم پید رو انتخاب بکنه، آن پید رو انتخاب بکنه. میبندیم اینتر. الان میخوایم برای پید بنویسیم. اینو نمیتونیم بکشیم سمت راست. چرا؟ چون ستونی که اینجا اپروفد رو براش انتخاب کردیم ستون S، برای پید و آن پید ستون T. میایم چی کار میکنیم؟ اینو میکشیم سمت راست یه بار. اینجا ستون S رو میکنیم T. برای اولی گفتیم ستون S approved باشه، برای دومی گفتیم ستون T paid باشه. ستون S approved و under review، ستون T paid و unpaid. دوباره برمیگردیم اینجا. یعنی الان من ستون برای approved که نوشتم میتونم برای under review همینو پیست فرمولا کنم، برای paid هم همین، برای paid هم میتونم کپیش کنم داخل unpaid. ستون پید و آن پید یکیه، اپرود و آندر ریویو هم یکیه. به این صورت الان همین 4 تا رو میگیریم، کپی میکنیم برای اینجا. الان این اطلاعاتش به چه صورته؟ چجوری باید بخونیم و برای مدیرمون توضیح بدیم که این چیه؟ میگی انجینیرینگ قراردادی کلش 2 تا صورت وضعیت اومده. از این 2 تا هر 2 تاش تایید شده، هیچ چیش آندر ریویو نیست. یعنی جمع اپروفد و آندر ریویو باید بشه توتال. 2 به علاوه 0 میشود 2. حالا از این 2 تایی که اپروفد شده یکیش پرداخت شده، یکیش پرداخت نشده. جمع پید و آن پید هم باید بشود اپروفد. الان 5 به 4 به علاوه 1 میشود 5.
3 به علاوه 1 هم میشود 4. به این صورت. الان برای اکسترا ورک هم دوباره همین رو کپی میکنیم میاریم میذاریم برای اکسترا ورک. اگه فرمول رو درست نوشته باشین همونو میاره. الان اینجا از کانترکت میره برای اکسترا ورک، برای این دیتای کمکی که اینجا نوشتیم. برای فرمول نویسی تعدیل ما 3 تا شرط داریم دیگه، 4 تا شرط نداریم، چون دیگه فاز رو نمیخوایم دخیل بکنیم داخل فرمولمون. میایم میگیم مساوی است با کانت، من بالا بنویسمش که داخل نوشتن نیاد، مساویه با کانت ایفز. میگیم آقا کانترکت، ستون کانترکت و اکسترا ورکمون کانترکت باشه. میایم اینجا ستون دی قفلش میکنیم، کانترکت باشه، ستونش رو قفل میکنیم. 1 2 3. این یه شرط. شرط دوم هم اینه که تعدیل باشه. این ستون کلا قفلش میکنیم. 1 2 3 و اپروفد باشه. ستون اسمون کلا قفلش میکنیم برابر اپروفد باشه. 1 2 تا فقط سطر رو قفل میکنیم. اینتر. الان اپروفد و همونجوری که بالا توضیح دادم فرمولش با آندر ریویو ستونش یکیه. اینو کپی میکنیم میذاریم داخل این ستون اسش رو میکنیم تی. این رو هم میذاریم داخل این ستون S مربوط به اپروفد و آندر ریویو، ستون T مربوط به پید و آن پید. پید و آن پید یعنی این دوتا فرمولشون یکیه. اینو کپی میکنیم میذاریم داخل این 14 و 8 میشه 22. 14 و 0 هم میشه این 14 که اینجاست. 5 و 3 میشه این 8 که اینجاست. 4 و 1 هم میشه این 5 که اینجاست. خب الان برای سامریاشون هر کدوم میشه جمع زیر مجموعه هاشون دیگه. میگیم مساویه با سام اینو میکشیم رو به جلو. همینو پیست فرمولا میکنیم برای این چون دوتاست یه کپی میگیریم ازش. یه سلول میاریم بالاتر، یه سطر میاریم بالاتر. به این صورت توتال مساویه با جمع زیر مجموعه هاش. یعنی برای کل این پروژه مد نظر ما که دیتا هاشو داریم 62 تا الان صورت وضعیت اومده، 48 تاش تایید شده، 14 تاش در حال بررسیه. از این 48 تایی که تایید شده 43 تاش پرداخت شده و 5 تاش پرداخت نشده. اینو یه مقدار جمعش میکنیم. به این صورت. خب الان دیتاهای این داخل اون دوتا شیتمون موجوده، دیتاهای approved paid remain و under review. الان میخوایم ببینیم انجینیرینگ قراردادیمون چقدر تایید شده. میگیم مساوی است با انجینیرینگ قراردادی. انجینیرینگ قراردادی تایید شدهمون اینجاست. اینتر میکنیم. پرکیومنت هیچی. کانستراکشن. الان همین ستا رو میتونیم درگ کنیم رو به جلو چون ستونامون دقیقاً با شیت کانترکت و اکسترا ورک یکیه. FX میزنیم. پیست فرمولش میکنیم. الان انجینیرینگ اکسترا ورک، شیت اکسترا ورک انجینیرینگمون تایید شده هیچ.
پرکیومنت کانستراکشن. این داخل این پروژه انجینیرینگ و پرکیومنت اضافه کاری تایید نشده چیزی. به این صورت. خب الان تعدیل قراردادی چقدر بوده؟ میریم داخل قرارداد، کل تعدیل تایید شده، ستون تایید شده، اینتر میکنیم، اکسترا ورک، درگ میکنیم رو به جلو. الان دوباره همون فرمول رو مینویسیم، مساویه با سام زیر مجموعه هاش، پیست فرمولا میکنیم، همین رو دوباره کلا پیست فرمولا میکنیم اینجا، چون زیر مجموعه هر کدوم 3 تاست. اینو یه کپی ازش میگیریم، پیست فرمولا میکنیم اینجا، یه سطر میاریمش بالا. اینو به این صورت. خب برای جمع کل پروژه که چقدر تا الان تایید شده، چقدر پرداخت شده، چقدر باقی مونده، مثل شیتای قبلی که توضیح دادم میتونین تعدیل رو باهاش جمع نکنین، میتونین جمع بکنین. اینجا جمع میکنیم. مثلا اگر جمع بکنین، من این نکته رو بگم، اگر تعدیل رو باهاش جمع بکنین درصد پیشرفت ریالی پروژه رو دیگه از این عدد نمیتونین محاسبه بکنین، چون تعدیل جزء مبلغ قرارداد نیست. خب اینو میتونیم بذاریم مین ریپورت. مثلا اینجا چی نوشتیم؟ اینجا هم ستون میگم مینو بذارین، یا اینجا مثلا میتونین اسم پروژه‌تون رو بذارین یا سامری بنویسین. مثلا مثال میزنم. خب الان اینا رو میگیریم، اون ستون کمکی که آوردیم یه کنترل 1 میزنیم، کاستم، یه دونه کاف به فارسی. اوکی، سه تا کاف به فارسی اوکی میکنیم، جمعش میکنیم تا اینجا. یه مقدار میخوایم جمعش بکنیم که این بشه یه شیت. یه کمی اینو جمع میکنیم، اینم یکم جمع میکنیم، یه کنترل پی میزنیم، میریم تو پیج ستاپ، برای اینکه تنظیم پرینتش رو میخوایم انجام بدیم. اینا رو همه رو صفر میکنیم، اوکی میکنیم. من یه راهی هم بهتون بگم برای اینکه راحت بتونیم پرینت بگیریم، حالا برای تمام گزارشاتتون یه کنترل پی بزنیم، پیج ستاپ، زوم اینجا مثلا یه عدد بزرگ بزنیم 300 مثلا، اوکی کنین. بعد برمیگردین این اولین نوار آبی که اینجاست بگیریم بکشین تا آخرین جایی که میخوایم پرینت بگیریم. الان یه کنترل پی بزنیم، دقیقاً الان چفت شد با اینجا. الان اینا رو ما میتونیم یکم بزرگتر بکنیم که یعنی اینجا جای خالی داریم. من اینا رو یکم بزرگتر بکنم، این ستون هم یکم بزرگتر بکنم. الان دقیقاً شیتمون مساوی اون کادرمون دقیقاً مطابق اون برگه آچاریه که میخوایم پرینت بگیریم. این پایینش هم میتونین اینجا رو یکم بزرگ بکنین که این کادر آبیه بیاد پایین صفحه.
اینجا اینو من میگیرم بزرگش میکنم. یکم هم جا به جا بکنین یا این چیزای سفید اینجا رو هم میتونین بردارین. این میشه یه شیتی برای پرینتتون. این قسمت اینجا هم پاک شده، من درستش بکنم. یه کنترل سی وی، شیپ فرمت، روتیت، فلیپ هارزینتال. اینو من بیارم دقیق بذارم این گوشه اینجا. خب به این صورت. این هم از شیت مینمون. البته اینجا رو هم من درست بکنم. 1 1 1 1 2، این میشه 1 3. به این صورت. کادر دور این رو هم درست بکنیم. یه کنترل 1. اون خط بالاشو من انداختم الان اینجا. به این صورت گزارش این صفحه هم آماده است. بریم برای صفحه بعدی. خب بریم برای درست کردن 4مین صفحه گزارش. الان میخوایم شیت ادیشن دیلیشن رو با هم دیگه درست بکنیم. شیت ادیشن دیلیشن تشکیل شده از 2 قسمت اضافه کاری و نقصان کاری که حالا شرح اون اضافه کاری یا شرح اون نقصان کاری که پیمانکار داخل فرم ویو فرستاده و تایید شده داخلش آورده شده. داخل این ویویی که میفرسته یه برگ داره به اسم برگ تفکیک نرخ که حالا قیمت‌های EPC جداگونه داخل اون ثبت شده و از داخل اون ویو باید قیمت‌ها رو بردارین داخل این قسمت‌ها بذارین. یه مبحث دیگه هم که هست نرخ تسعیره. نرخ تسعیر همون نرخ تبدیل یورو به ریاله که حالا داخل پروژه معمولا ارز پرداخت نمی‌کنن. برای صورت وضعیت ها میان یه مبلغی رو به عنوان نرخ تسعیر در نظر میگیرن که برای این قرارداد نرخ حواله فروش سامان سناریت در روز گشایش پاکاته. نرخ حواله فروش سامان سناریت داخل روز گشایش پاکات مبلغ حدوداً 31,000 تومان بوده برای این پروژه. بریم این شیت رو با هم دیگه درستش بکنیم. بریم داخل فایل خودمون یه کپی از این شیت میگیریم، اسمشو میذاریم ادیشن دیلیشن. راست چین میکنیم صفحه رو و عمودی میکنیم چون این گزارشمون عمودی افقی نیست. خب اینا رو نمیخوایم، اینا رو پاک بکنیم. 4 تا ستون هم اینجا احتیاج داریم، اینا رو هم پاک بکنیم. اینجا هم 2 لول میخوایم، این رو هم پاک میکنیم. اینجا میشه پروژه، اطلاعات کل پروژه است. اینجا میشه اضافه کاری، اینجا میشه نقصان کاری. ما 16 تا عنوان داریم برای اضافه کاریمون، 6 تا و 5 تا هم نقصان کاری داریم برای این پروژه خاص. این گزارشی که داریم میبینیم برای یه پروژه واقعیه، حالا فقط به رسم امانت دیتاهاشو عوض کردیم که مشخص نباشه مال کدوم پروژه است. خب اطلاعات رو از اون ور بیاریم.
کپی میکنیم میذاریم اینجا. این ستونم فونتشو میکنیم بی کودک. اینا هم البته باید بکنیم بی کودک. یه کادر پررنگ دور این میندازیم، وسطش هم نقطه چین میکنیم. برای اینکه همون عملیات قبلی رو الان برای ما تکرار بکنه، ما یه دونه F4 بزنیم دقیقا همون کار رو انجام میده. یه کادر پررنگ میندازه دور محدوده انتخاب شدمون و وسطش رو نقطه چین میکنه. این رو هم میگیریم به این صورت. خب بریم این و این رو هم دقیقا کپی میکنیم میذاریم این و خب الان اطلاعات E, P و C هر کدوم از این اضافه کاری و نقصان کاری ها رو از اون ور میاریم میذاریم. من اینا رو پاک بکنم کامل. اینو هم پاک بکن. الان برای هر کدوم از این سامریا میشه جمع زیر مجموعش میگیم مساویه با سام مساویه با خب الان ما مبلغ کل رو چجوری محاسبه کنیم برای هر کدوم از اینا، برای مبلغ اضافه کاری و نقصان کاری؟ چون ما باید مبلغ واحدی برسیم که بخوایم 25% رو حساب بکنیم دیگه. میگم که داخل قرارداد اومده که برای محاسبه مبلغ کل نرخ حواله فروش داخل سامان سنا رو داخل سنا ریت نرخ حواله فروشش رو در میاریم در روز گشایش پاکات. برای روز گشایش پاکات میگم عدد 312099 ریال بوده. اینجا می نویسیم نرخ تسعیر $31,299. خب مبلغ کل هر کدوم از اینا میشه مساویه با ما داخل این قراردادمون چون ای و سی ریالیه فقط خودشونو میذاریم، پی رو در نرخ تسعیر ضرب میکنیم میشه سی به علاوه ای به علاوه پرانتز باز عدد پی رو ضرب در نرخ تسعیر میکنیم، F4 میزنیم قفلش میکنیم. پیست فرمولا میکنیم. برای کل پروژه میگیم مساوی است با میخوایم ببینیم برای پروژه این برای محاسبه 25% نیست، اضافه کاری بیشتر بوده یا نقصان کاری بیشتر بوده. میخوایم ببینیم چقدر بالا پایین شده قیمت قراردادمون. میگیم اضافه کاری رو منهای نقصان کاری میکنیم. الان چون منفی شده یعنی آقا نقصان کاریمون بیشتر بوده دیگه. داخل بخش پی یعنی اضافه کاریمون بیشتر بوده، 97,000 یورو حدودا. خب اینو یه مقدار کوچیک‌ترش بکنیم. من اینو کوچیک‌تر بکنم اینجا.
میام اینجا اول مبلغ کل پروژه رو حساب میکنم، بعد 25% کل پروژه رو حساب میکنم. مرجش میکنم، نویسم توضیحات. اینجا رو بگیرم. یه خط نارنجی هم زیرش میندازیم. برای محاسبه مبلغ کل پروژه دقیقا همون کاری که برای هر کدوم از این اضافه کاری و نقصان کاری انجام دادیم رو باید انجام بدیم. یعنی جمع C به علاوه E کل پروژه به علاوه مبلغ کل P پروژه ضرب در نرخ تسعیر. میگیم اینو مرجش میکنم اینجا، میگم مساوی است با داخل شیت کانترکت اگه خاطرتون باشه مبلغ کل پروژه رو گذاشتیم، هم ریالیش هم یورویش. میگیم انجینیرینگش به علاوه کانستراکشن به علاوه پرانتز باز ضرب بخش یورویی پروژه در نرخ تسعیر. نرخ تسعیر هم قفلش میکنیم که اگه درک کردیم جابجا نشه. برای فرمتش هم نامبر کاستم هشتگ کاما هشتگ. الان میخوایم یه ریال جلوش بندازه برامون. کنترل یک جلو چیزی که نوشتیم یه اسپیس بیزنیم، بک اسلش، اسلش نه بک اسلش. روی کیبوردتون حرف P و J رو اگه داشته باشین بک اسلش اونجا هست. اسپیس این مبلغ کل پروژه است. میتونین مبلغ کل پروژه رو برای اینکه تبدیلش کنیم به همت بگیم مساویه با مبلغ کل پروژه تقسیم بر 1/13 تا 0 میشه 3/97 همت. حالا ما اینجا به صورت ریالی حساب کردیم. بعد از اون 25% قابل افزایش یا کاهش رو باید حساب بکنیم. برای محاسبه 25% براینده این دوتا رو گفتم نباید محاسبه بکنیم. 25% کران بالا، 25% کران پایین. از هیچ کدوم از این محدوده ها نباید جدا خارج بشه. برای همین ما مبلغ افزایشکاری و کاهشکاری رو جدا از هم دیگه حساب میکنیم. من این متن رو کپیش بکنم اینجا. برای محاسبه 25% اینم خب مشخصه باید چی کار بکنیم دیگه. میگیم مساویه با 25% ضرب در این عدد. فرمت اینم منتقل میکنیم به این صورت. بخش بعدی حالا کل افزایشکاری های تایید شده رو که عددشو داریم اینجا، چون الان میخوایم افزایشکاری رو اول حساب بکنیم. میایم اینو میذاریم، اینو کپی میکنیم از اینجا. کل افزایشکاری های تایید شده ما میگیم مساوی است با عدد اینجا.
خب بعد درصد افزایش کاری رو حساب میکنیم از کل پروژه. درصد افزایش کاری از کل پروژه میشه مساوی است با مبلغ کل افزایش کاری تقسیم بر مبلغ کل پروژه. چون به صورت درصدی میخوایم اینا، باید فرمت رو عوض بکنیم. این فرمت رو 0 1% میذاریم جفتش، میگیم تا 2 رقم اعشار به صورت درصدی نشونمون بده. ریالش هم ور میذاریم 8.53. حالا 1% افزایش کاری از خود 25% میخوایم حساب بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگه اینو ویت ولیو در نظر بگیریم، اون ویت فاکتور میشه. میگیم از کل این اگه این 25% و 100% در نظر بگیریم، چند درصدش رو پر کردیم. من کپی میکنم از اینجا که دیگه حالا تایم ویدیو خیلی زیاد نشه، شما خودتون درست بکنیم برای خودتون. از خود 25% از 25% که بخوایم حسابش بکنیم، میشه کل افزایش کاریای تایید شده تقسیم بر خود 25% قابل افزایش یا کاهش. میشه 34/12 از 25%. یعنی اگه اون 25% و 100% در نظر بگیریم، ما 34%ش رو تا الان پر کردیم. خب برای نقصان کاری هم دوباره همینجور. کل نقصان کاری های تایید شده مساوی است با نقصان کاری که داخل مبلغ کل نقصان کاری. درصد نقصان کاری از کل پروژه مساوی است با مبلغ کل نقصان کاری تقسیم بر مبلغ کل پروژه. به صورت فرمت درصد رو هم منتقل میکنیم به اینجا. درصد نقصان کاری از 25% کپی میکنیم از 25% مساویه با کل نقصان کاری های تایید شده تقسیم بر 25% قابل افزایش یا کاهش. برای رصد کردن شما باید رصد بکنید این 8.53 از 25% نباید بزنه بالا، بیشتر از 25% نباید بشه، 8.69 هم از 25% نباید بیشتر بشه. یعنی مثلا به 20% که رسید، شما باید هینتشو به مدیر پروژه‌تون بدید. این خط ها رو هم بر میداریم، خط های زیر اینا به این صورت. این هم یه گزارش جامع و کامل که حالا از اضافه کاری و نقصان کاریاتون میتونید داشته باشین. یکم تنظیمات پرینتش رو درست بکنیم. اینا رو میتونیم ما یکم بزرگتر بکنیم.
همینو کپی میکنیم. حالا شما تو این تایتلاشونو متفاوت بذاریم. اینم اینجا میشه نام پروژه. به این صورت. الان گزارش شما آماده است. الان اینو من درست بکنم. فقط فیل ویدات فرمتی. خب گزارش شما آماده است. اینم میکنیم سطح، اینم میکنیم شرح. برای آپدیت کردن فایل چی کار میکنیم؟ الان فرض میکنیم ما پیمانکاریم، یه صورت وضعیت تهیه کردیم و ارسال کردیم برای کارفرما، یا در جایگاه کارفرماییم و پیمانکارمون یه صورت وضعیت برای ما فرستاده. میایم داخل شیت دیتا بانک، میایم اینجا میبینیم آقا این صورت وضعیت تعدیل یا کارکرده. ما میگیم مثلا کارکرده. مربوط به کدوم فازه؟ مثلا من میگم کانستراکشنه. کانستراکشن اضافه کاریه یا قراردادیه؟ من میگم قراردادیه و صورت وضعیت موقته. مثلا آخرین صورت وضعیت موقت ما مربوط به چه ماهی بوده؟ کارکرد شماره 16 بوده، مال برج 4 بوده. من اینجا میزنم شماره 17، مثلا مربوط به برج 5. به علاوه 31ش میکنیم. اینم به علاوه 31ش میکنیم. خب الان میگه آقا من اینو از فریزی در بیارم، آن فریز کنم. خب الان میگه این صورت وضعیتی که اومده پیمانکار چقدر ادعا کرده. در هر جایگاهی که باشیم عدد ادعا داخل صورت وضعیت اولیه‌ای که پیمانکار میزنه رو اینجا وارد میکنیم. میگیم آقا چون بخش کانستراکشن ما به صورت ریالی میگه چقدر ادعا کرده، مثلا میگم آقا 19 میلیارد تومان. 19 ای خب من فرمتش رو درست بکنم. فرمتش میگیم اگه صفر باشه خالی باشه، در غیر این صورت سرقم جدا کن. این 19 میلیارد یه صفر دیگه میذاریم. 190 میلیارد ریال، مثلا 19 میلیارد تومان. فرض میکنیم که حالا کارفرما هم تایید کرده. حالا کارفرما چقدر تایید کرده؟ مثلا ما میگیم 16 میلیاردش رو تایید کرده. اون فرمت رو برای همه ستونا اعمال بکنید. حالا من فراموش کردم که اعمال بکنم. خب 16 میلیاردش رو کارفرما تایید کرده، پس قاعدتا تاریخ پستیج دیت رو ما باید داشته باشیم و تاریخ اپروو دیت رو هم باید داشته باشیم. تاریخ اپروو دیت چه تاریخیه؟ تاریخیه که کارفرما دیگه مدیر پروژهش اون امضا آخری رو میزنه میره برای مالی. اون میشه تاریخ اپروو دیت همون روزی هم که مثلا اگه کارفرما باشیم پیمانکار نامه صورت وضعیت رو که میاره، اون تاریخی که رسید میکنیم نامه رو، اون میشه تاریخ پستیج دیتمون. مثلا میگیم آقا کی فرستاده؟ این مربوط به برج 5. مثلا میگیم آقا 3/5 فرستاده، 4/5 فرستاده. چه تاریخی تایید شده؟ مثلا آقا 10 روز بعدم تایید کرده. خب هنوز پرداخت نشده، تاریخ پرداخت نداره. هر روزی که پرداخت شد آمار میگیریم از مالی. هر روزی که پرداخت شد میایم تاریخ پیمنت رو هم اینجا وارد میکنیم. این صورت وضعیت تایید شده و پرداخت نشده، پس هنوز تاریخ پیدن ریویو پیریود رو نمیتونیم به قول معروف اون مدت زمان رو در بیاریم. هنوز فرمول عمل نمیکنه، خالی داره به اون میده.
برای اینکه داخل این شیت کانترکت و اکسترا ورک بیاریم اینا چی کار میکنیم؟ برای آپدیت کردن این فایل شیت مین به هیچ عنوان دست نمیخوره. این شیت کانترکت و اکسترا ورک ما باید بزنیم دیتا رو. این مربوط به کانترکته، فازش کانستراکشنه و تعدیل هم نیست، ورکه، صورت وضعیتش هم موقته. میریم داخل شیت کانترکت، ورک، کانستراکشن، اینجا میایم روی آخرین، نه سطوح رنگی، نه سطوح سفید، کل سطر رو میگیریم، یه کنترل به علاوه میزنیم ما برای اینکه فرمتمون به هم نخوره. اگه من بیام رو سطوح رنگی کنترل به علاوه بزنم فرمتم به هم میخوره. من میام روی صورت وضعیت شماره 16 یه کنترل به علاوه میزنم، این دوتا رو کپی میکنم میذارم بالا. این صورت وضعیت من شمارش 17 و از نوع موقت هم هست. ببینید دیتاشو داره میاره برامون اینجا. این فرمول رو برای این بعد اعمال بکنیم. فرمول بالایی رو هم داخل این سطر صورت وضعیت شماره 16 اعمال میکنیم. این رو هم همینجور. الان سامریا فرمولشون درسته. این رو هم میگیریم، اطلاعات کمکی اینجا پیست فرمولا میکنیم اینجا. این شماره 15 اینا درگ میکنیم رو به پایین. الان اطلاعات ما 16 میلیارد تایید شده و 16 میلیارد در حال به قول معروف ریمین، هنوز آن پیده. تاریخ سند و اپرووش هم اینجا وارد شده. به همین صورت شما میتونید اطلاعات رو وارد کنید. یه نکته دیگه هم که بگم بهتون در مورد وارد کردن تعدیلات. ما صورت وضعیت تعدیل تا موقعی که شاخصهای قطعی نیومدن با شاخصهای موقت میزننشون. موقعی که دقت بکنین اینجا الان ما دو تا صورت وضعیت شماره 1 داریم، یکیش قطعی یکیش موقته. اینجا شاخصهای قطعی اومدن. موقعی که صورت وضعیت موقت رو فرستادین تموم، شاخصهای قطعی که اومدن داخل صورت وضعیت قطعی ما به تفاوت این دو تا صورت وضعیت عدداشو باید وارد بکنین شما و گزارش بگیرین ازش. برای آپدیت شیت اکسترا ورک هم به همین صورت. حالا فرض میکنیم مثلا یه صورت وضعیت دیگه اومده، مثلا یه دونه صورت وضعیت مثلا کارکرد اومده مربوط به فاز پرکیومنت و اکسترا ورک. صورت وضعیت به صورت موقت اومده، شمارش آخرین شماره کارکرد پرکیومنت رو بذار من در بیارم. کارکرد پرکیومنت اکسترا ورک دوتا اومده، این میشه شماره 3. از تاریخ مثلا من برج 4 میزنم، اینو به علاوه 31 میکنم، اینم به علاوه 31 میکنم. مبلغ قاعدتا به صورت یورویی، مثلا میگیم آقا 500 1 2 3 500,000 یورو درخواست کرده، فرمتش رو اصلاح بکنم. شما یه بار برای ستونا همه فرمتاتون رو اصلاح بکنید. چقدر تایید شده؟ مثلا من میگم آقا 495,000 تا تایید شده. اکسچنج ریتش چقدره؟ مثلا اینجا برای این مثلا 45,900 بوده، مثلا من میزنم 460 1 2 3 46,000 تومان مثلا. دقت کنین شما زمانی اکسچنج ریت رو میزنین که صورت وضعیت پرداخت شده باشه.
یعنی ما الان باید پیمنت دیت هم داشته باشیم اینجا. مثلا میگیم آقا تاریخ ارسالش کی بوده، 11/4 بوده، کی تایید شده، 20 روز بعد مثلا تایید شده، 60 روز بعد هم مثلا پرداخت شده. الان این صورت وضعیت پرداخت شده. این صورت وضعیت کارکرد اضافه کاری پرکیومنت موقت. میریم داخل اکسترا ورک. برای اینکه حالا یه کار بکنیم که دیگه نیاز نباشه فرمولا رو هم درگ بکنیم بالا، میایم اینجا روی یکی مونده با آخری. مثلا الان اگه من بخوام اینو آپدیت بکنم میام روی شماره 5. الان این شماره 2 یکی مونده با آخرش میشه شماره 1. ستونش رو میگیرم، کنترل سی، میام روی آخری، الان راست کلیک میکنم، اینسرت کپی سلز رو میزنم، اینو کپی میکنم میبرم بالا، اینو میکنم شماره 3. فرمت اینجا رو هم اصلاح بکنیم. به این صورت اطلاعات کامل اینجا وارد شد و اطلاعات رو خوند خودش. به این صورت. یه نکته دیگه هم که بگم برای شیت ادیشن دیلیشنه. برای شیت ادیشن دیلیشن دیگه حالا هر ویویی که اومد اینجا شما مبلغاشو وارد میکنین، فرمولا خودشون میخونن، این مطلب خاصی نداره. البته دقت بکنین این عددهای اینجا رو هم اصلاح بکنین. 1 2 1 2 1 اینو یه دونه میکشیم پایین، 2 تا میکشیم پایین. فیل ویدات فورمتینگ. به این صورت گزارش ما کاملا آماده است. خب اینم از آموزش امروز. امیدوارم مفید بوده باشه. دوباره تاکید میکنم فقط به نگاه کردن آموزش‌ها بسنده نکنین و سعی کنین فایل‌ها رو برای خودتون درست بکنین. اگه در حین درست کردن فایل‌ها هر سوالی براتون پیش اومد داخل کامنت‌ها بنویسین، ما بهتون جواب میدیم. مرسی که ما رو دنبال میکنید.